بچه که بودم یادم مامانم وقتی میخواست برای مشتریش لباس بدوزه یک کاری روی لباسش انجام میداد که کمرش باریک‌تر دیده بشه. کمر باریک من، شام تاریک من. اگه میخوای روی قسمت پشت کمر لباست باریک‌تر دیده بشه، جدا از این که باید براش ساسون بدوزی، باید از یه تکنیک هم استفاده کنی. شما این تکنیک رو با استفاده از یک نوار اوریب روی قسمت پشت کتتون میتونید اجرا بکنید. ابتدای نوار اوریب رو روی قسمت پشت فیکس بکنید و اندازه‌ای که قسمت پشت کتتون زیادی داره، گشادی داره، به همون اندازه جمعش کنید. حالا شما باید این گشادی هایی که اینجا وجود داره رو توی این مسیر پخشش کنید و دقت کنید که این پخش کردن به صورت یک نواخت انجام بشه. حالا شما با استفاده از بخار اتو میتونید این گشادی ها رو به خورد پارچه ببرید. ببینید تمام گشادی هایی که روی کمر کت داشتید با بخار اتو محو شده. حالا شما باید قسمت بالا و پایین این نوار اوریب رو به خود کت فیکس بکنید. این تکنیک که بهت گفتم 2 تا نکته داره که تو کپشن برات نوشتم.